سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت و سری حال هستید. هر جای باشید شاد و مسرور بمانید. امروز میخوام درباره موفقیت چیست برای شما یک مواد پیشنهاد نمایم. موفقیت عزیزان این نه تنها رسیدن به هدف نهایی است، بلکه جریان پیوسته مهنت و تلاش است که هر قدمش شما را به هدف بزرگتر نزدیکتر میکند. هر شخص امکان موفق شدن را دارد، اما فرقیت در آن است که کی این امکانات را درک میکند و کی برای نائل شدن به آن کوشش میکند. بیایید یک مثال را در نظر گیریم. توماس ادیسون که اختراعکار مشهور بیش از 1000 مرتبه کوشش کرد تا لامپ برقی کارشایم را اختراع کند. هر یک کوشش ناموفق او را یک قدم به هدف نهایی خود، اختراع لامپ روشنی، نزدیکتر میکرد. وقتی که او را پرسیدند که چرا پس از چنین تعدادی ناموفقیت‌ها تسلیم نشده است، او در جواب میگوید که این همه راه را یافتم که کار میکنند، نه این که ناکام شدم. این گونه مناسبت نشان میدهد که عزیزان، موفقیت از صبر و استواری انسان وابسته است. موفقیت این هدیه نیست، این مکافات است برای مهنت سخت و اراده قوی که با تلاش‌های پیوسته نائل می‌گردد. هر یک مانع در زندگی درسی مهم است که ما را استوارتر و تواناتر می‌گرداند. هرگاه که ما از خطاگی‌ها و شکست‌ها می‌آموزیم، یک قدم دیگر به پیش می‌گذاریم، یک زینه دیگر به سمت موفقیت نزدیک می‌شویم. مثل ادیسون، موفقیت از فکر آغاز می‌شود. وقتی که ما باور می‌کنیم که می‌توانیم به چیزی نائل شویم، قوت‌های درونی ما بیدار می‌شوند. این قوت ما را به عمل‌های جدی می‌برد و به کوشش و تلاش‌های پیوسته ما نتیجه میخواسته را به دست می‌آوریم. همیشه در خاطر داشته باشید عزیزان، راهی که شما به سمت موفقیت انتخاب میکنید تنها از شما وابسته است، نه از وضعیت‌ها، نه از اطرافیان، بلکه از آن که چگونه شما به زندگی نظر میکنید، چگونه با هر یک روز نو دوچار میشوید. هر صبح وقتی که چشمانتان را میکشایید، ما یک امکانیتی نو داریم، امکان بهتر کردن خود، پیشرفت کردن و یک قدم دیگر به سوی آرزوهایمان گذاشتن. نه هر یک روز با پیروزی می آید، اما هر یک تلاش شما را یک زینه به بالا می برد. مثل توماس ادیسون که از هزاران کوشش ناموفق به مقصد رسید، کسانی که به تمام دل خود میخواهند به هدفشان برسند هیچگاه در نیمه راه نمی ایستند. آنها میدانند که موفقیت در راه طولانی و پرمشقت می آید، اما وقتی که آن می آید، هر لحظه زحمت کشی و استواری خود را ارزشمند نشان می دهد. پس به پیش حرکت کنید عزیزان، در هر قدم استوار باشید و با تمام دل قوه به آرزوهای خود باور کنید. باور کنید که موفقیت در پیش است و شما آن را به دست خواهید آورد. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.